دیروز من شنیدم که آقای کرزی در اجتماع زنا حضور داشت و این روز تجلیل کرد و یک نام خوبی را هم به دختر نوتولدش که خداوند بر از او عمر بده کمایی کرد که یک خانم حاضر شد گفت که ایره به نام مروه بهار نامش بگذار و این نام هم تایید کرد. من ضمن ازی که این روز به خواهرها و مادرها و زنای جهان تبریک عرض میکنم. این تولد دخترک که به آقای کرزی و خانم مهربانشان عرض میکنم. اما جمله که مرا وادار ساخت که من صحبت بکنم که بعدا روی ای که حقوق زن در دین چقدر مراعات میشه و بعدا من یک کلمه را به جناب عرض میکنم که ای کاش من همونجا یا زن میبودم یا ایست که در چادری اونجا داخل میبودم و من به یک آواز که تغییر میدادم میگفتم که آقای کرزی وقتی که خودت میگی که مرا زنها به قدرت رسان، وقتی که خودت میگی رأی زن مرا به اینجا رسان، مردا خوب بسیار کارا کردن، گفتی هم که بسیاریش فرار کردن، دغل‌بازی کردن. شما اگر من می بودم یک خانم میگفت که شما برادر عزیز بر حقوق زنها چه کردین در مدت 10 سال حکم روایی؟ درست است، بسیار سوال خوب می بود. بله اگر واقعا شما ممنون احسان رایدهی زنهای خوب هستین که اعتراف میکنین، آیا در زمان حکم روایی شما زنها بیشتر از زمان منحوس طالب شلاق نخورد؟ آیا زنها به بسیار شکل فجیع به قتل نرسیدن؟ آیا زنها فرار نکردن؟ آیا زنها لب و گوش و بینیش بریده نشدن؟ همون زنهایی که به خودت رای داده بود. آیا شما من حیث یک انسان، یک مسلمان، یک مسئول، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، اگر شما مسلمان هستین و به قرآن و حدیث ایمان دارین، خود شما راعی هستین از رعیت خود، شما چوپان هستین که از اونا حفاظت بکنین، خصوصا کسایی که به شما رأی داده عاجز بودن، بیچاره بودن، بیرونم نمیتونستن رفته و برای شما رأی دادن، شما را پادشاه افغانستان ساختن ولی شما هیچ کاری نکردین. این سوال ما بود که تا ابد تا زنده باشم به پیش من مانده، ولی امیدوار هستم که از همین طریق خانم ها خوارای عزیز بشنون که اونا در آینده همچه سوالای به این افراد و اشخاص داشته باشن و همچنان آقای کرزی برادر عزیز بزرگوار ما همین حرف بنده را بشنون. اگر اجازه شما باشه، شما آقای وثیق که من هیچ وقت نمیخوایم به شکل دبیت واردی برنامه شم، دستای من بالاست، تسلیم هستم، احترام دارم و واقعا ما آموختیم. درود بر شما. خواهش میکنم. چیزی که بسیار مهم است که این دین که شما زیادتر تکیه کردین من نفی نمی کنم، ولی من نظر من تنها، باز اینگه مسئله تنها را میگیم که تنها دین حامی حقوق زن شده نمیتونه. با دین وجدان انسانی لازم است که با دین وجدان هم باشه. یعنی این حرف ما بود. بله. آیه واشروهن بالمعروف در سوره نساء از معاشرت گرفته شده که پیامبر اسلام همیشه خواسته که ترجیح داده معاشرت با زنا را، خوب میدیده که روی ازی اگه بحث بکنم برنامه توانشن نداره تحمل شنیدنشه. باز ما خودم در وقتش میگیم که حرف در کجا بود، ولی احترام. ولهن مثل الذی علیهن وللرجال آیت غلط نکرده باشم که لرجال درجه گفته، درجه را شما درست توضیح کردین، ولی به نظر من درجه همین که فرق قائل است از نظر حقوقش، از نظر مثلا بسیار چیزهای دیگیش که ما حال سر از او هم بحث نمی کنم، بازم من کنفیوز هستم. اگر شما معنی خود بلاغت درجه را توضیح بدین که خود درجه خوب بسیار واضح هست که درجه هست. درجه از نظر از این نیست که گویا آمدیم راجعه برای ازی که آیا واقعا آخرین حرف من به اجازه شما، آخرین حرف من ای که آیا
واقعا ادیان میتونه. ببینین شما در وقتی که ابراهیم علیه السلام نیازی به پسر می داشته باشه، هاجر استعمال میکنه، یا به اصطلاح بگویم با هاجر میخوابه به اجازه سارا، و ایره نمیگیم که چرا. خب در اون زمان با کنیزا میخوابیدن و میتونه زنش شوه، ولی از اون پسر نه. اما زمانی که فشار وارد میکنه سارا سر ابراهیم حمایت از سارا میکنه که او قدرتمند است، زیباست، توانمند است، ولی نه از او کنیز مظلوم با او پسرکش. آیا به نظر شما همین عدالت است؟ آیا وقتی که قرآن عظیم الشان در آیه 28 سوره احزاب میگه که ای پیغمبر بگو به زنان خود یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن ترید الحیات الدنیا و زینتها. ای پیغمبر بگو به زنان خود اگر شما میخواهید زندگانی دنیا را و آرایش آن را، آرایش دنیا متاع است، پول است، زندگی است، کالاست، لباس است، و آرامش آن را، یعنی آرامش دنیا را، فتعالینا امتعتهن و اسرحکن سراحا جمیلا. پس بیایید تا با شما متعه کنم، یعنی طلاق دهم. یعنی به این منظور داستان از این قرار بود که خود تفسیر آمد که همه مردم آسوده بودن، زنها آسوده بودن، در انعامات دنیایی زنها مشغول بودن داشتن، و زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم چون خود از این بضاعت بود نداشت. خب زنها هم چون احساس دارن، زنها هم چون چشمی دارن، اینا تقاضا کردن که ای پیغمبر ما این نداریم. پیامبر اسلام چون نداره برش میگه که اگر دنیا را میخوایی برو که متوعه کنم شما را، اگر آخرت میخوایی همر خدا و رسول که خودش است، رسول خودش است، خدا که بیاین شما همینجا با ما با خودو نمیره ما زندگی کنین. سوال مثلا عزیز که آیا وقتی که بضاعت نباشه، مثل که انسان متمول نباشه حج سرش فرض نیست؟ انسانی که متمول نباشه 2 زن و 3 زن و 4 زن و 5 زن و 10 زن 12 زن هم سرش فرض نیست، ولو دلایل داشته باشن که گویا به خاطر نفوذ، به خاطر از اینا حمایت کنه، بیچاره بودن، بیوه بودن. این به من قابل قناعت نیست. ما میگیم که اینجا صراحت داره. آیا شما چه فکر میکنین آقای وسیب که با تمام احترامی که به آیین‌ها دارم، به مذاهب دارم، ولی خود من آنچی که برداشت دارم، عقل دارم، منطق دارم، با حفظ احترام عمل میکنم. آیا در این باره شما چه توجیه و توضیح دارین که میتونه شده که دین اسلام یا دیگه ادیان بتونه حقوق زن تأمین بکنه؟ مسیح هم میگه که هر زن بالای شوهر است و شوهر و زن بالایش خداست، یعنی که در اونجا هم زن بالای خود یک خدای دیگه داره. پس هیچ کدام از اینا را من نمیتونم بگویم، اثباتی که دارم، تحقیقی که دارم، ثبوتی که دارم، زحمتی کشیدیم که من بگویم حقوق زن در ادیان تأمین شده میتونه، ولی نسبی. منتها ما میگیم که ادیان باید احترام کرد، و یکی دیگه تجاوز نکرد، اینا را مقدس دانست. ولی انسان همچون شما تعبیر و تعویل میکنین که دیدگاه شما با ایچیه دیدگاه اسلامی و حرف میزنین، ولی روحانیت شما، شخصیت شما، دید شما، وجدان شما کاملا جدا از آنچه هست که امروز شما در پیشروی دارین که قرآن عظیم شان است. یعنی جدا به این مفهوم که او را تایید میکنین، من هم تایید میکنم، ولی شما با آنچه که گفته عمل میکنین. وجدان شما صیقل شده، وجدان شما با یک وجدان کسی دیگه که 2 تا 3 تا زن داره و عالم احمد ملامت ما شما دیدیم قماندان امروز ما خدا مسلمان میدادن، وجدان شما با وجدان از اینا فرق میکنه. ما میخوایم که در پاروی ایمان، در پاروی مذهب وجدان انسان داشته باشه که خداوند وجدان نصیب مؤمن بکنه تا او یک مؤمن صادق بشود. در غیر ازی تنها دین
اینا را آدم ساخته نمیتونه. درست درود است. بر شما. خواهش میکنم. معذرت میخوایم تشکر لطف جایش کردید. بود ولی ما گوش میگیرم. تشکر میکنم خواهش میکنم. از برنامه شما. خدا از این نگهدارتان وقت داخل باشه. شدم به خاطر ازی بود که اگر علمای کرام داخل شوند مرا قناعت بتن که اشتباه خود اگر ما بتانم رفع کنم از این خاطر تشکر از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدارتان. بله آقای کیوان مطالب بسیار زیاد را یاد کردن که البته جای خوشی است و همین برنامه آزاد واقعا نظرات آزاد تا وقتی که نظرات به شکل آزادانه ابراز نشه ما حقیقت بسا چیزها را درک کرده نمیتونیم برزی که ما محدود کردیم کنترل کردیم حقایق باید آزاد مطرح شود و صحبت های صورت بگیره تا بتونیم که یک نتیجه بهتر و خوبتره ازش بتونیم که بگیریم. البته چون میریم به کمرشال میریم اگر شد بعد از کمرشال بعدا شاید یک تفسیر امام در مورد بکنم مختصر. البته شما بیننده گرامی را لحظات بعد میبینم با ما باشید. تشکر. Urban Entertainment پیشکش می دارد. جمال کعبه با همه سنگلان بادای گل زنی بادای گل جرم ما چیز که بر ساغر ما سنگ زنی بعد از انتظار CD و DVD جمال کعبه را از هنرمند پرآوازه کشور حیدر سلیم به دسترس شما قرار می دهد. فقط می توانید این CD و DVD را از سایت اینترنتی www.urbanmusic.us به دست بیاورید و با شنیدن و دیدن آهنگ‌ها و غزل‌های ناب از هنرمند محبوب حیدر سلیم لحظات راحت بخش داشته باشید. شماره تماس 510 396 0403 جمال کعبه. خانه پرور من در هوای عشق Gentle Family Dentistry of Leesburg که در این اواخر در شهر لیزبورگ ایالت ویرجینیا افتتاح گردیده تحت نظر دکتر وحید آریا با داشتن کارکنان مجرب و خوش برخورد آماده است تا با استفاده از مدرن‌ترین و مجهزترین تکنولوژی خدمات زیل را به صورت عالی و بدون احساس درد انجام بدهد. White fillings, crowns, bridges, implants, dentures, oral surgery, periodontal, teeth Invisalign and night guard. برای معلومات مزید لطفاً به وبسایت gentleleesburgdentist.com و یا شماره تلفن 703 737 0070 تماس حاصل فرمایید. At age 45, Cindy still looks impossibly young and gorgeous. Oh my gosh, she's just stunning. Her skin is just amazing. And so I feel like now I have a chance. Cindy Crawford is one of the most beautiful women on earth. She's iconic. And the buzz is like, what is she doing? I want to have what Cindy has. How does Cindy do it? Her secret is renowned French anti-aging specialist, Dr. Jean-Louis Sebag. He's been called the Wonder Doctor, a miracle worker, and the youth guru. Dr. Jean-Louis Sebag is a super exclusive doctor in Paris. I was 28 when I first went to him, and I instantly noticed that my skin just came alive. And that was it. It was kind of love at first sight.
Dr. Sabag's treatments are in such demand. Models, celebrities, and even VIP clients wait months just to get an appointment with him. Scientists have discovered a rare vine-ripened melon with astonishing youth-preserving properties. Check out this time-lapse video showing how an ordinary melon wrinkles, ages, and decays, while the remarkable melon on the right stays fresh and firm. No wonder they call Dr. Sabag's signature ingredient the youth molecule. The wrinkle-smoothing capsules, these are magic. You open it up, you squeeze it out on your hand, and when you put it on, it feels velvety. I think this is my friend. Just $39.95 for everything you see here. رستوران زعفران 7 روز هفته با غذاهای لذیذ و سرویس برتر در خدمت شما. رستوران زعفران با سالها تجربه در امور کیترینگ آماده پذیرایی از جشن‌ها و مهمانی‌های شماست. جمعه و شنبه شب‌های خود را با موزیک زنده در فضای زیبای رستوران زعفران پر خاطره